به نام خدا. امروز میخوایم 2 نوع غذا درست بکنیم. غذایی که مخصوص منطقه آران و بیدگل و کاشون هست. یکیش کوفته نخودچی بهش میگیم و یکی شامی. گوشت هست که پیاز رو باید با توی گوشت رنده بکنیم. بعد آرد نخودچی هست که آرد نخودچی میزانش به اندازه نصف گوشت باید باشه. یعنی اگر 500 گرم گوشت هست آرد نخودچی باید 250 گرم باشه. بعد سماق داریم برای آبگوشت کوفته نخودچی که سماق استفاده میکنیم. بعد دیگه نمک و زردچوبه و یک کمی نعنای خشک که من پودرش میکنم و به خاطر برای طعم و عطری که داره قاطی گوشت میریزم و سرکه و شیره انگور که برای آبگوشت شامی ازش استفاده میشه. خب الان گوشتمون مخلوط کردیم، همه مواد رو الان آماده شده و داریم میریم که شامی و کوفته ها رو درست کنیم. شامیامون الان آماده شده و میریم که کوفته ها رو درست کنیم. کوفته هامون آماده شده. الان برای آبگوشتش ما سماق آتیش میریزیم. یه تاب خیلی کوچیکی با سماق میدیم، بعد آب میریزیم. بعد یک کمی نمک میزنیم و میذاریم تا خوب بجوشه و لاب بیفته. خب الان برای آبگوشت شامی ما اول پیازداغ درست میکنیم. بعد پیازداغ که یک کمی رنگ گرفت، طلایی رنگ شد، آب میریزیم و بعد جوش که اومد سرکه و شیره رو باش قاطی میکنیم و چند جوش که بزنه شامی ها رو داخلش میریزیم و میذاریم که کم کم بجوشه و لاب بیفته. خب الان غذامون آماده شده. اینها کوفته نخودچیه و این آبگوشتش که با سماق درست شده و این هم شامی و این آبگوشتش که با سرکه و شیره درست شده. نوش جانتون.